منشور سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و حاکمیت شورایی در ایران، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، ژانویه 2026 دیماه 1404. موج تازه خیزش سراسری که از 7 دیماه 1404 آغاز شد، به سرعت به دانشگاه‌ها و ده‌ها شهر ایران گسترش یافت. سقوط ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جرقه این اعتراضات بود. مردم به پا خاسته در کف خیابان و با شعار مرگ بر دیکتاتور کل رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. سران و فرماندهان حکومت که از گسترش آتش خشم توده‌ها هراسناک بودند، از همان روزهای اول با حربه سرکوب خونین وارد عمل شدند. آنها در روزهای 12 و 13 اعتراضات قساوت را به اوج رسانده و با قطع اینترنت هزاران نفر را کشتار کردند. رژیم در اوج استیصال بر تلی از اجساد نعره پیروزی سر داد. اما این موج ادامه طوفانی است که طی 8 سال گذشته ذهنیت و آگاهی کارگران و مردم ایران را دگرگون کرده است. موتور حرکت این جنبش کارگران، تهیدستان شهری، زنان، معلمان، دانشجویان و جوانانی هستند که علیه فقر، بیکاری، تبعیض و سیاست‌های ویرانگر به میدان آمدند. زنان عاصی از تبعیض با نقش پیشتاز خود ارکان ایدئولوژیک نظام را در هم کوبیدند. جنبش دانشجویی و جنبش انقلابی در کردستان دوشادوش کارگران سنگر مقاومت و اتحاد را برافراشتند. امروز جمهوری اسلامی نه راه پیش دارد و نه راه پس. بحران مشروعیت، فساد نهادینه و شکست سیاست‌های منطقه‌ای حکومت سرمایه‌داران را حتی از تأمین نان و آب و هوای سالم درمانده کرده است. در این شرایط نه جناح‌های حکومتی و نه اپوزیسیون بورژوایی هیچ کدام راه حلی برای پایان دادن به این فلاکت ندارند. برخی از آنها از ترس انقلاب به دنبال حفظ مناسبات سرمایه‌داری در قالبی دیگر هستند و برخی دیگر به مداخله نظامی قدرت‌های خارجی و اقدامات جنگی دل بستند. اما سوسیالیسم تنها بدیلی است که می‌تواند افق رهایی را به روی مردم بگشاید. حاکمیت شورایی بهترین و در دسترس‌ترین وسیله برای دخالت مستقیم مردم در اداره جامعه است. در این نظام کارگران و توده‌های مردم خود هم قانونگذارند و هم مجری قانون. حاکمیت شورایی برآمده از قیام اقدامات زیر را سریعاً به اجرا می‌گذارد. 1. برقراری حاکمیت مستقیم کارگران و زحمتکشان از طریق شوراهای محلی و سراسری با حق عزل نمایندگان در هر زمانی که اکثریت مردم اراده کنند. 2. دستگیری، محاکمه و مجازات علنی سران جمهوری اسلامی. 3. آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و برچیدن هر گونه شکنجه. 4. آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده، مطبوعات و اجتماعات و دسترسی همگانی و بدون سانسور به اینترنت. 5. جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش و لغو تمامی قوانین مذهبی و مصادره اموال نهادهای مذهبی به نفع مردم. 6. برقراری کنترل کارگری بر تولید و توزیع. 7. تضمین رفاه، بیمه بیکاری بسنده و بهداشت و آموزش رایگان برای همه شهروندان. 8. لغو کامل نظام آپارتاید جنسی و برقراری برابری کامل و بی‌قید و شرط میان زنان و مردان در همه شئون زندگی. 9.
به رسمیت شناختن کامل حقوق جامعه LGBTQ و برچیدن هر گونه تبعیض و ستم جنسیتی. 10. ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان زیر 18 سال و تأمین شرایط رشد و شادی آنها توسط دولت. 11. لغو هر گونه ستم ملی و نژادی و تأمین حقوق برابر برای تمامی ساکنان ایران با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت. 12. لغو دیپلماسی سری و اسرار بازرگانی. 13. اقدامات فوری برای حفظ محیط زیست و جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر. 14. برقراری مالکیت اجتماعی بر بانکها، صنایع کلیدی و شرکت‌های بزرگ تجاری. 15. مصادره اموال و دارایی‌های بنیادهای وابسته به رژیم و بکارگیری آنها در خدمت تأمین رفاه عمومی. 16. پشتیبانی از جنبش‌های کارگری و آزادی خواهانه در سراسر جهان. ما وارد دورانی تعیین کننده شده ایم که سرنوشت نسل‌های آینده را رقم می‌زند. آلترناتیو شورایی و سوسیالیستی مبرم و ممکن است. اراده انقلابی امروز ما باید به مشقات سرمایه‌داری پایان دهد. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتیو سوسیالیستی. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، دیماه 1404.